روز 29 مارت در شهر استانبول ترکیه دور نوبتی مذاکرات روسیه و اوکراین بالاخره نتیجه آورد. در پی این مذاکرات که 4 ساعت طول کشید، وزارت مدافع روسیه اعلام کرد که عملیات جنگیش در سمت کییو و چرنیگوف را به مراتب کاهش می‌دهد. ولادیمیر مدینسکی رهبر هیئت روسیه نیز گفت مذاکرات در استانبول به صورت ساهنده صورت گرفت و جانب روسیه از جانب اوکراین پیشنهادهایش را برای بررسی پذیرفت. این پیشنهادها به زودترین فرصت بررسی شده به پرزیدنت ولادیمیر پوتین گزارش داده می شوند و به آنها پاسخ متناسب داده خواهد شد. گفت مدینسکی اظهارات وزارت مدافع درباره کاهش چشمگیر مقیاس حمله ها در سمت کییو و چرنیگوف طوری به نظر می رسد اولین پاسخ روسیه به پیشنهادهای کییو برای بستن قرارداد صلح است. خبرهای خوب از جریان مذاکرات روسیه و اوکراین الکی به بازارها تاثیر رساند و قرب 1000 روبل در تاجیکستان برای مثال بار اول از زمان شروع جنگ اوکراین تا به حد 151 سومانی بالا رفت. مدینسکی گفت قرارداد دو کشور در سطح وزیران خارجه امضا شد. پرزیدنت های دو کشور ولادیمیر پوتین و ولادیمیر زلنسکی شاید در ملاقات چشم به چشم مسئله سرنوشت دنباس و کریم را علیحده بررسی کنند. جانب اوکراین برای قطع جنگ و رسیدن به صلح چنین پیشنهاد داده است. مذاکره ها اوایل به مقام کریم و سواستوپول تا سال 2036 دوام میکنند و در مدت این 15 سال جانبها از حل نظام این مسئله دست میکشند. مسئله مقام به نام جمهوری های دونتسک و لوهانسک از باقی مسائل جدا کرده می شود و آن را می توانند دو پرزیدنت ضمن ملاقات روبرو بررسی کنند. اوکراین در صورت کفالت دقیق و شدید یک قطار کشورها راضی است که کشور غیر اسلحه‌ای و خارج از پیمانهای حربی باشد. این باید به طور مستند درج شود. در قلمرو اوکراین پایگاه‌های خارجی نباید جایگیر شوند، اما اوکراین از عزمش برای عضویت اتحاد اروپا دست نمیبردارد. اوکراین در مورد کفالت امنیتیش خواستار بستن قرارداد بین المللی شده است که تمام جانب‌های کافل آن را امضا کنند. اوکراین از حیث کشورهای کفیل بریتانیا، امریکا، خطای ترکیه، فرانسه، کانادا، ایتالیا، پولش و اسرائیل را پیشنهاد کرده است. کفالت امنیت اوکراین باید مثل ماده 5 پیمان ناتو باشد که حمله به یک کشور عضو این پیمان را همچون حمله به تمام پیمان ارزیابی میکند. اگر به خاک اوکراین صورت بگیرد کشورهای کفیل باید به کمکش برسند. عضو هیئت اوکراین دوید ارخمیه گفت اینها فعلا تنها پیشنهادند که به جانب روسیه داده شدند و کیف منتظر پاسخ کرمل است. مذاکرات استانبول با میانروی پرزیدنت ترکیه رجب اردوغان صورت گرفت. اردوغان اظهار امید کرد که این مذاکرات را برای ملاقات پوتین و زلنسکی می‌کشاید. او گفت ترکیه آماده است میزبان ملاقات پرزیدنت‌های روسیه و اوکراین نیز شود. در مذاکرات استانبول میلیاردر رمان ابراموویچ نیز حضور داشت. او در کنار سخنگوی اردوغان ابراهیم قلی نشسته بود. ابراموویچ یکی از تشکیل کنندگان نخستین مذاکرات روسیه و اوکراین بود که روز 4 مارت در بلاروس دایر شد. روز 28 مارت گزارش‌های نشر شد که میگفتند ابراموویچ و دو عضو هیئت اوکراین را در روزهای مذاکرات در بلاروس به احتمال غالب زهر دادند. به این دلیل وزیر خارجه اوکراین دمیتری کولبا قبل از مذاکرات استانبول به همه آنهایی که اشتراک میکنند مشورت داد که یگان چیز نخورند و ننوشند و برای میز و کرسی، تنه در و دیوار و دیگر اشیا حدالامکان دست نرسانند. کشورهای غرب در مسئله موقع اوکراین در مذاکرات با روسیه موضع یکسان ندارند. فرانسه و آلمان طرفدار مکالمه با مسکوند و میگویند باید هرچه زودتر به آتش بس و خروج نیروهای روسیه از اوکراین نائل شد. برخی کشورهای دیگر عضو ناتو به مثل بریتانیا و پولش چنین موقع گیری را به حاصل و برعکس حتی به فایده پوتین میشمارند و میگویند پوتین چندان میل صلح بستن نشان نمیدهد. در این لابلا اوکراین تلاش دارد تا به آتش بس و صلح بدون از دست دادن پاره از قلمروش نائل شود.